بازاریابی یعنی چی؟ بنویسید بازاریابی یعنی چی؟ بازاریابی واقعا تعریف خیلی ساده است از بازاریابی. مگه نشنیدید؟ میگه بازاریاب خوب کیه؟ که بره قطب شمال به اسکیموها یخچال بفروشه. این اشتباهه. آفرین، این ویژگی‌های کلاهبردار خوبه. آفرین، ویژگی‌های بازاریاب خوب نیست. یه چندین جملاتی هست توی مثلا ادبیات تجاری شکل گرفته. مثلا میگه که من اگه $10 داشتم 9 دلارشو چیکار میکردم؟ خرج دروغ مطلق. تو هیچ کتاب تبلیغاتی ننوشته. بازاریابی 2 تا تعریف داره در دنیای امروز. تمام کارهایی که شما میکنید که بازار شما را بیابد، این میشه چی؟ بازاریابی. اما اگه قرار شد شما برید بازار را بیابید، این میشه چی؟ ویزیتوری و بازاریابی نیست. یعنی من کارایی بکنم که بازار منو چیکار کنه؟ پیدا کنه، بیابد. پس الان شما هم در حال بازاریابی هستید. 1. بازاریابی یعنی محصولاتی که بر نمیگردند و مشتری هایی که بر میگردند، میشه بازاریابی. حالا اغلب تعریف هایی که داریم یا نگرش هایی که داریم باید خلاصه بشه در این حوزه. بازار اگر بخواد شما رو بیابد، نیاز دارید به 4 تا دارایی در بازاریابی. 1. کانال های بازاریابی. کانال های بازاریابی اون راه هایی هستن که پیام های بازاریابی شما، پیام های محتوای شما به آدم ها چی پیدا میکنه؟ انتقال پیدا میکنه. انتقال پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که من به مشتری اطلاع رسانی میکنم یا هر جایی که به مشتری خدمت رسانی میکنم، یک کانال بازاریابیه. این سالن الان یک کانال بازاریابیه. دارم خدمت رسانی میکنم. اگر این سالن یا کانال بازاریابی تهویه‌اش مشکل داشته باشه، نورش مشکل داشته باشه، محصول برمیگرده، مشتری بر نمیگرده. پس بازاریابی من اشکال داره. اغلب جایی که ما مشتری از دست دادیم مال اینه که معنی بازاریابی رو اشتباه فکر می‌کردیم. فکر می‌کردیم بازاریابی یعنی مشتری بیاد دیس بهش بفروشیم، مشتری ناراضی میشد، میرفت، میگفتی خب اون نمیفهمید. به جای اینکه بیای ایراد کسب و کارتو پیدا کنی، هی مشتری از دست میدادی، بعد به مرور به یه چرخه باطلی افتادی، گفتی بذار بریم تا میتونیم مشتری زیاد کنیم، مشتری اضافه کنیم، برندسازی کنیم، هی پول خرج کنیم. مشتری از دست بده، هی تعداد مشتری دوباره جدید بیاد، همون چرخه باطل دوباره تکرار میشه. تو کانال‌های بازاریابی که ما اطلاع رسانی میکنیم، متاسفانه رو میاریم به یک سری کانال‌های عمومی. کانال‌های بازاریابی من کجاست؟ اینستاگرام. بعد میگم خب سایت هنوز نداریم. اینستاگرام تو کاسبی مثل یه دکه است، سرقفلی نداره، جایی ملکیتش به ثبت نرسیده، دکون نیست. میگه آقا اینجا دکون منه. حالا داره جواب میده، بله داره جواب میده، ولی وقتی تعقیب توقی خورد بعدش چی؟ در آموزش اینستاگرام حدود 16-17 تا مدرس بوده که اینا از مهر تا حالا اصلا رفتن توی کار دیگه، توی فیلد آموزشی دیگه. چرا؟ چون نتونستن سرقفلی درستی برای اون فضا داشته باشن. چرا؟ چون دنیای تک کانال بودن توی بازاریابی تموم شد.
وگرنه زمانی تراکت هم دم در مغازه ها میدادن فروش میرفت بالا. تراکت هم نمیدادن، رو کارتون با زغال هم مینوشتن 3 کیلو هندونه 10,000 تومان، فروش میرفت بالا. یه کانال بازاریابی بود. پس خیلی مهمه که ما این دارایی رو تقویت کنیم. کانال های بازاریابی کمک میکنه که شما جایگاه سازی بهتری داشته باشید توی بازار. جایگاه شما توی بازار تعیین کننده قدرت و قیمت شماست تو بازار. اگر که داری برای قیمت توی بازار میجنگی یعنی جایگاه نداری. جایگاه داشتن توی بازار یعنی وقتی که شما میخواین خودتون رو معرفی کنید به مشتری، قبل از اینکه تبلیغات کنید، بازاریابی کنید، پیام ارسال کنید، تلاش کنید، از قبل از این معرفی شده باشید. جایگاه شما نشون دهنده کیفیت بیزینس شما باشه. پرفورمنس بیزینس ها قبل از اینکه کار مارکتینگ کنن میان رو جایگاه کار میکنن. چون اگر جایگاه نداشته باشید مجبور به چیه اضافه هستید؟ هزینه اضافه هستید، مجبور به توضیح اضافه هستید، مجبور به اثبات اضافه هستید. و شرکتی که شروع کنه در مورد خودش حرف زدن قبل از در مورد نتایج مشتریاش حرف زدن، این شرکت همیشه چیه؟ 8ش به 9ش بده. لایف استایل بیزنس. تا وقتی هستم وقتی نیستم. تا همش نگران اینم که اگر بازنشست شدم، فرسوده شدم، از کار افتاده شدم، بیزنس منو کی اداره میکنه؟ حسین طاهری، متخصص خلق رشد، هک رشد و بیزنس کوچ.